خانه ما صنف ما، سلسله برنامه های آموزشی دروس مکاتب از صنوف هفتم الی نهم، مضامین ریاضی، فیزیک، کیمیا و بیولوژی را از شنبه الی سه شنبه هر روز یک برنامه به زبان دری و پشتو از رادیو شنونده باشید. و همچنان شما می توانید ویدیوی امین برنامه ها را از یوتیوب، تلگرام و وبسایت tajala.af بیننده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما، ان شاء الله که همتون خوب صحتمند باشین. امروز بخیر درس اول مضمون بیولوژی صنف نهم خود آغاز میکنیم. موضوعاتی که دیدید درس میخونیم عبارت است از سیستم هاضمه بدن انسان، سیستم تنفسی و سیستم دوران خون. خب در اول ما وقتی که میگیم که یک موتور به خاطر حرکت به تیل ضرورت داره، بدن ما و شما مشابه به موتور به خاطر تامین انرژی خود به مواد ضرورت داره که مواد ما به نام غذا یاد میکنیم. و وقتی که ما غذا رو میخوریم دفعتا نمیتونه حجرات ما اینا رو به انرژی تبدیل کنن، اول اینا باید به پارچه ها و قسمت های کوچک کوچک تقسیم شوند که پروسه تبدیل شدن غذا به حالت کوچک کوچک و پارچه های کوچکتر به نام پروسه هضم یاد میشه. اعضای سیستم هاضمه را ما گفتیم بدون وسیله که کانال های هضمی است و یکی دیگه هم غدوات لعابی است که در دهن، معده و در امعای کوچک وجود داره. اول شما قسمی که در شکل به شما نشان بدم، این یک تصویری از انسان است. شما ببینید دهنش از غذا وارد دهنش میشه، در دهن توسط دندان ها و پروسه میخانیکی غذا تجزیه میشه و پارچه های کوچک هضم میشه. میگفتیم پروسه تبدیل شدن غذا به پارچه های کوچک به نام هضم یاد میشه و همچنین توسط غدوات لعابیه اینا هم مخلوط میشن، هم یک مقدار از نشایسته از اینا تجزیه میشه و وظیفه دیگه از غدوات لعابیه ای است که دندان ها را در مقابل میکروب ها محافظت میکنه. بعد از او وارد حلقوم میشه، از حلقوم وارد میری میشه که در اینجا در عقب شرایط قرار داره، دیده نمیشه. از میری گفتیم که طولش تقریبا 25 سانتی متر است، به شکل موجی حرکات انجام میده و سبب انتقال غذا به معده میشه. در معده وقتی که رسید این تصویر از معده است. در قسمت بالایش در اثر فشار که از طرف میری وارد میشه دهنه معده باز میشه. بعد از اینکه وارد معده شد غذا، در اینجا هم توسط افراز هورمون ها و همچنین انزایم های مثل هیدروکلوریک اسید یا HCl که سبب هضم غذا میشه، هم توسط حرکات که یک حرکات طولی داره، هرزی و حلقوی که هر سه از اینا همزمان سبب حرکت دادن غذا میشه. بعد از اینکه غذا را حرکت داد یا یک مقدار زیاد هضم کرد، بعد از او وظیفه معده عبارت از ذخیره غذا در قسمت پایینی غذا را ذخیره میکنه تا زمانی که غذای بعدی وارد معده شد. وقتی که غذای جدید از میری وارد معده شد، باز بعد از او غذای ذخیره شده را به روده های کوچک انتقال میده. روده های کوچک تقریبا 2.5 سانتی متر قطر دارند. به ترتیب ببینید شما قرار داره، حدود 6 الی 7 متر طولشان میباشند. وظیفه از اینا اصل هضم و جذب در اینجا صورت میگیره. کم هضم میکنن، تمام نشایسته، شحمیات، قندها رو هم جذب میکنن و بعد از اون موادی که اضافه میمونه از شحمیاتی که کاملا جذب نکرده بودن تمامش به روده بزرگ انتقال میتن. روده بزرگ طولش حدود 1 متر میباشه. شما در تصویر میبینید به رنگ سبز نشان داده شده. در روده بزرگ وظیفه‌اش فقط جذب آب است که آب جذب میکنه و از بدن دفع میکنه. از غذا آب جذب میکنه، مورد ضرورت چیزی که باشه و چیزی که مورد ضرورت نباشه را دفع میکنن. اینا امراضی که در سیستم هاضمه رخ میده، بعضی از امراض کسی که مرض اسهال است که وقتی که در امعای بزرگ آب خیلی کم جذب میشه، یعنی درست جذب کردن نمیتونه، سبب از این میشه که انسان ها دچار به اسهال شوند که وقتی که کسی که اسهال میشه ما میتونیم با اون از محلول ORS استفاده کنیم و یا هم که 2 مشت آرد در 1 لیتر آب بندازیم با مقدار کمی از نمک تا وقتی که به پیش دکتر میرسانیم اینا را برشان بدیم. و همچنان اگر در روده های بزرگ مقدار آب بیش از حد جذب شود سبب قبضیت میشه که از عوامل قبضیت میگیم چه چیزا؟ از عوامل قبضیت میشه که عبارت از مشکلات روانی بوده باشه یا افسردگی و همچنان اختلال عصبی، اینا سبب قبضیت شده میتونن و همچنان اگر غذا ناشسته باشه سبب امراض سیستم هاضمه میشن. شاگردان عزیز، موضوعاتی فصل در ذهن داشته باشین. میریم راجع به فصل بعدی خود سیستم تنفسی صحبت میکنیم. در سیستم تنفسی ما هم از بینی، همچنان حلقوم، حنجره، قصبة الریه و همچنان برانچاک و ششاب که ساحه هوایی ختم میشه تشکیل شده. اول میبینیم که هوا یا اکسیژن از طریق بینی ما وارد بدن میشه. در بینی مویک های بسیار نازک است که اینا سبب فیلتر کردن و مرطوب کردن هوا میشه. بعد از بینی دوباره وارد حلقوم میشه که در زمانی که هوا از حلقوم عبور میکنه، ما گفتیم قبلا هم که وقتی غذا میخوریم دهنه حلقوم بسته میشه تا غذا وارد حنجره نشه و وقتی که هوا وارد حنجره میشه از حنجره به تعقیب از او پرده های صوتی وجود داره در بین حنجره که اهتزاز پرده های صوتی سبب ایجاد صدا میشه که در مردا و در زنها مقدار ازی و همچنان نوعیتشان متفاوت است. می سبب صداهای مردها و زنها هم تونشان متفاوت میباشند و همچنان از جمله ازرار استکرات چلمی هم است که پرده های صوتی بدن انسان را بسیار صدمه میزنند. بعد از حنجره وارد برانچیول های قصبة الریه میشه. در قصبة الریه باز مویک های خیلی
نازک وجود داره که اینا بعد از اینکه هوا را فیلتر کردن میکروب ها را خارج کردن وارد برانشیول میسازن. برانشیول ها هم یکی به سمت شش راست میره یکی هم به سمت شش چپ میره که شش ها هم در دو طرف ستون فقرات قرار دارن که در هر کدامشان در انتهایشان بازم برانچی ها به برانشیول تقسیم میشن. برانشیول ها به کیسه های هوایی. در کیسه های هوایی مویرگ ها است، یعنی اکسیژنی که ما تنفس میکنیم در مویرگ هایی که در کیسه های هوایی وجود داره از اونجا جذب میشه و دوباره به بدن انتقال داده میشه و برعکسش هوایی که کاربن دی اکساید آزاد میشه توسط خون به کیسه های هوایی انتقال میکنه، از کیسه های هوایی به خارج انتقال میکنه. مرحله تنفس که ما یکی هوا را میگیریم به نام انسپایریشن یاد میشه، که هوا را آزاد میکنیم به نام اکسپایریشن یاد میشه. وقتی که هوا را میگیریم میبینیم که قفسه سینه ما بزرگتر میشه. همین بزرگتر شدن حجم شش ها از در اصل که سبب کاهش فشار میشه. وقتی فشار کاهش شد با آسانی میتونه که اکسیژن جذب کنه بدن ما و وقتی که پس دوباره هوا را آزاد میسازیم حجم شش های ما کوچکتر میشه که فشار زیاد میسازه و سبب از این میشه که کاربن دی اکساید دوباره از بدن ما از طریق اعضایی که نام گرفتیم خارج شوند. که این پروسه را ما به نام پروسه تنفس یاد میکنیم. از امراض سیستم تنفسی یک ریزش است که به صورت معمول همه ما امرا به او دچار میشیم. سبب از ویروس است. وقتی ویروس وارد بدن انسان میشه سبب به وجود آمدن مریضی ریزش میشه و وقتی که کسی که به مریضی ریزش دچار باشه اگه سلفه میکنه یا عطسه میزنه تمام قطرات ملوث با ویروس به هوا پراکنده میشه که اگر کسی دیگه ورد بازم تنفس کنه سبب از این میشه که هم به مریضی ریزش دچار شوند و توسط حفظ الصحه درست ما میتونیم که از مبتلا شدن به مرض ریزش جلوگیری کنیم. نوع دیگه از امراض سیستم تنفسی انفلوئنزا است. انفلوئنزا توسط یک نوع ویروس جدید که متفاوت‌تر با ویروس ریزش است تولید میشه و در اینا بر علاوه مشکلات یا علائمی که در ریزش بود تب، سردردی، سلفه اینا هم برش اضافه میشن و ایام با سلفه کردن و همچنین از طریق تماس میتونه که از شخص مریض به شخصی که سالم باشه انتقال کنه. و مرض سوم که از امراض تنفسی است عبارت از مرض توبرکولوز است که با وجودی که جهان خیلی پیشرفت کرده هنوز هم یکی از مشکلات بسیار پیچیده مردم جهان از لحاظ امراض مرض توبرکولوز است که در مرض توبرکولوز برخلاف دو نوع دیگه که اول ذکر کردیم توسط باکتریاها به وجود میان. باکتریاها با ویروس ها کاملا متفاوت هستند و از علائم اینا که هستند لاغری، سرفه بیش از حد، همچنین تب، سردردی و دیگر علائم دیگر هم دارند ولی فعلا به خاطر از اینکه جلوگیری کرده باشند از انتشار یا مبتلا شدن اشخاص به مرض توبرکولوز در ابتدا در هنگام که نو طفل به دنیا میایه اینا را با واکسین کردن BCG اینا را از مبتلا شدن به مرض توبرکولوز جلوگیری میکنند. یکی دیگه از امراض تنفسی که در آخر زیاد ما نامش شنیدیم که سال 2019 به بعد این به میان آمده عبارت از ویروس چی است؟ ویروس کرونا. ویروس کرونا تعداد زیاد از مردمای دنیا را از بین برد. چقدر مردم را تکان داد؟ تقریبا تمام ما 1.5 سال الی 2 سال در قرنطینه سپری کردیم. اینا هم از جمله امراض سیستم تنفسی است که بعد از اینکه می ویروس که به نام کووید 19 یادش میکنند ما به نام ویروس کرونا میشناسیمش وارد سیستم تنفسی ما و شما میشه سبب تخریبات میشه و ما را به مریضی کووید 19 اینا مصاب میسازند. پس باید ما حفظ الصحه خود 100% تمامش جدی ازش مراقبت کنیم تا به هیچ نوع از امراض به شمول ویروس کرونا ما و شما مبتلا نشویم. ما در فصل قبلی گفتیم راجع به هضم گپ زدیم، راجع به تنفس گپ زدیم که وقتی غذا وارد بدن ما میشه هضم میشه، بعد از موجودیت اکسیژن اینا میسوزن که تبدیل به انرژی میشن. اینا هم انتقال مواد و همچنین انتقال انزایم ها و هورمون ها در سر تا سر بدن توسط چی صورت میگیره. پس در این فصل ما با سیستم دوران خون آشنا میشیم. یعنی میگیم خون از جمله اعضای بدن ما هستند که وظیفهشون انتقال دادن است. انتقال دادن چی؟ اکسیژن به سر تا سر بدن، همچنین جذب کاربن دی اکساید از تمام مجرات بدن و انتقال دادنش بهش. در پهلوی از انزایم ها، هورمون ها، مواد قندی، پروتئین ها تمامشون به وسیله چی انتقال میکنن؟ به وسیله خون. اول خون ما میگیم که ما به دو بخش میتونیم تقسیمش کنیم. یکی پلازمای خون است، به شکل مایع معمولا می باشه، به رنگ اگر شما کدام وقت دستان خون شده باشه میگین که به رنگ ریم میگیم، شما به نام ریم یادش میکنیم، رنگ زرد کاهی رنگک می داشته باشه. این پلازمای خون است، حدود 55% حجم خون تشکیل داده و در پهلوی از ما کرویات خون داریم که اینا اجسام جابت می باشن که کرویات خون هم به نوبه خود به دو نوع کرویات سفید، کرویات سرخ و همچنین صفحات دمویه تقسیم شده که تقریبا تمام اینا در مغز و سوهان ساخته میشن. در پهلوی از وقتی ما گفتیم خون انتقال میتن بعد کدام ترتیب میتونن انتقال بدن، خیلی بیاین با اعضای سیستم دوران خون آشنا شیم. اولین چیزی که ما باید امروز باهاش آشنا شیم شرايين است. شرايين میگیم عبارت از رگ‌هایی است که از قلب خون صافه و تمام بدن ما انتقال داده میتونن با استثنای شریان ریوی. شریان ریوی وظیفه‌اش چیست؟ که خون ناپاک از قلب به شش‌ها انتقال میده. به این ترتیب ما دوباره وریدها داریم. وریدها وظیفه‌اش چیست؟ وریدها خونی که
که با ناپاک باشه. منظور ما از پاک و ناپاک، خون پاک خونی است که اکسیژن داره و خون ناپاک خونی است که کربن دی اکساید داره. دوباره خونی که کربن دی اکساید داره که ما به نام ناپاک یاد میکنیم از تمام قسمت‌های بدن توسط وریدها گرفته میشه و انتقال داده میشه دوباره به قلب. تنها یک ورید است که خون پاک انتقال میتونه که ما به نام ورید ریوی میشناسیمش که خون پاک از ششها به قلب میرسونه. یعنی در کل وظیفه شریان ها چیست؟ انتقال خون به تمام قسمت‌های بدن. و وظیفه ورید دوباره چیست؟ پس جمع کردن خون که ملوث باشه و انتقال دادنش به قلب. در این میان ما در قسمت‌های بدن خود وقتی که شرايين انتقال میکنه به تمام قسمت‌های بدن و به مرور زمان حجمشان و همچنین قطرشان کوچک شده میره، بالاخره به اندازه میشن که بدون مویرک‌ها ما اینا رو دیده نمیتونیم که اینا را باز ما به نام شریان‌ها یا به نام مویرک‌ها یاد میکنیم. شما در اینجا اگر سیستم دوران خون بر شما نشان بدم، این رنگ سرخ که میبینید شریان هاست، رنگ آبی که شما میبینید ورید هاست. ما گفتیم شریان ها خون از قلب میگیره و تمام اعضای بدن انتقال میده و دوباره برعکس ورید ها از تمام اعضای بدن میگیره خون به کجا انتقال میده؟ به قلب و از قلب دوباره کتی شش تبادله صورت میگیره که خون ناپاک به شش میره، دوباره پاک ساخته میشه، پس برگشت میکنه به قلب. خیلی بیاین ببینیم که قلب از کدام اعضا ساخته شده و چی رقم خون پروسس میکنه. بعض اوقات رخ میده که انسان مثلا تصادم میکنه یا کدام حادثه رخ میده ضرورت میداشته باشه که از شخص دیگر خون بگیرن. در این حالت ما نمیتونیم تمام انسان‌ها خون خود از یک شخص به شخص دیگر انتقال بدن. نظر به گروپی که خون ما بر ما تعیین شده میتونیم که انتقال بدیم. معمولا ما 4 نوع گروپ خون می داشته باشیم که عبارت از گروپ A، گروپ AB، گروپ B و گروپ O است. و در بین از اینا یک نوع فاکتور دیگه هم ما داریم که اولین بار در خون یک نوع شایعی به نام ریزیوس کشف شد که به نام فاکتور آرچ یاد میشه. در بعضی از انسان‌ها می باشه و در بعضی آیشان نمی باشه. اگر آنهایی که در خونشان فاکتور آرچ داشته باشند، در پهلوی گروپ خونشان فرضاً گروپ خونشان A باشه میگیم ARH مثبت یعنی آرچ داره، ولی اگر نداشته باشن میگیم ARH منفی یعنی آرچ در خونشان وجود نداره. ما خیلی ببینیم که خون چی رقم انتقال داده میتونیم. تمام گروپ های خون نمیتونن بین هم دیگه تبادله خون کنن. اولین گروپی که ما میبینیم که فعالترین گروپ ما از گروپ O است که خون هم میتونه بین خودش و O دیگر تبدیل کنه، یعنی هم به O داده میتونه خون و هم از O گرفته میتونه. همچنان گروپ O میتونه به گروپ A خون بده، میتونه به گروپ AB هم خون بده و میتونه به گروپ B هم خون بده، ولی از هیچ کدام از اینا دوباره گرفته نمیتونه، بس استثنای نوع خودش یعنی گروپ O که باشه میتونه خون بگیره. دیگه گروپ A است. گروپ A هم که است از گروپ O خون گرفته میتونه، ولی بین خودش تنها انتقال داده میتونه. از یک گروپ ها به استثنای O گرفته نمیتونه و میتونه به گروپ AB هم خون بده. دیگه گروپ B است. گروپ B هم مشابه به گروپ A است. گروپ O خون گرفته میتونه و از نوع خود خون گرفته میتونه و خون دادن تنها به نوع خود میتونه خون بده و با گروپ AB. خیلی میبینیم گروپ AB هم برعکس گروپ O از تمام گروپ های خون دیگه خون گرفته میتونن و دوباره به هیچ کدامشان خون دادن نمیتونه به استثنای نوع خود. اینا 4 نوع گروپ های خونی است که شما باید برش آشنا باشیم. ما نمیتونیم تمام انسان ها خون خود از دست خود بکشیم و کس دیگه بدیم. باید با در نظر داشتن نوعیت گروپ خون خود ما خون انتقال بدیم. بحث بعدی ما شما عبارت از قلب است. عضو بعدی از سیستم دوران خون عبارت از قلب است. قلب که وقتی که انسان به وجود میآید یکی از اولین اعضایی که به وجود میاد در بدن انسان عبارت از قلب است. همچنان برای فعالیتش که در دوران سیستم خون کار است. ما مرکز محبت هم میشناسیمش. مثلا کسی را زیاد دوست داشته باشیم ما میگیم تو را قلباً دوست داریم. بیاین خیلی با کاری که قلب برای از این کارها انجام میده چی است آشنا شویم. قلب اول ساختمان قلب ما شما میگیم که جوفای از یکی جوف سمت راست داریم که از دهلیز راست و بطن راست تشکیل شده. قسمی که شما در تصویر میبینید در سمت چپ تصویر ما دهلیز راست و همچنان بطن راست قرار دارد. در قسمت پایینشان هم شریان است و در سمت راست تصویرتان دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد که خون اولا به دهلیزها میرسه و بعد از دهلیزها به بطن میرسه و از بطن دوباره به تمام اعضای بدن و به ششها انتقال میکنه. این پروسه را ما به نام دوران قلب ها یا دوران خون توسط قلب یاد میکنیم یا سیستم دوران خون یاد میکنیم. مجموعاً در قلب 4 دریچه وجود داره و ما میگیم که بطن با بطن و دهلیز با دهلیز راه نداره، ولی بطن راست با دهلیز راست و بطن چپ با دهلیز چپ با هم دیگر راه دارن. میگیم یک دریچه است بین بطن ها و دهلیز ها، یعنی بین بطن راست و دهلیز راست دریچه 3 پله‌ای داریم و بین بطن چپ و دهلیز چپ دریچه 2 پله‌ای داریم. همچنان بعد از اینکه از خون به بطن رسید از بین بطن و همچنان شریان خارج میشه. در بطن راست و شریان ریوی دریچه شریان ریوی وجود داره و در بین بطن چپ و شریان ابهر دریچه شریان ابهر وجود داره. اینا خون که تمام بدن ما قرار است مواد خود به دست بیاره توسط از خون توسط قلب پمپ میشه. قلب خودش چی رقم مواد غذایی خود به دست میاره. قلب هم توسط شریان اکلیلی تمام مواد غذایی را که از شریان ابهر منشأ گرفته به دست میاره، یعنی اکسیژن مورد ضرورت خود مواد خود توسط شریان اکلیلی به دست میاره و دوباره مواد غیر ضروری خود یعنی کربن دی اکساید توسط ورید اکلیلی دوباره چی میکنه خارج میسازن.
بیاین خیلی با دوران خون آشنا شویم. وقتی که دوران خون میگه ما توسط تپشی که در قلب ما صورت میگیره میتونیم توضیح بدیمش. اولا خون به دهلیزها میرسه. وقتی به دهلیزها رسید، دهلیزها هم دیگر منقبض میکنن، خودشان منقبض میشن. بعد از دریچه بین دهلیز و بطن، دریچه دو پله‌ای و سه پله‌ای باز میشه. با باز شدن از اینا خون وارد بطن میشه. بعد از اینکه بطن پر شد، دوباره اینا منقبض میشن، دریچه ها با شدت بسته میشه. که تپش اول قلب ما یا تکان اول قلب ماست. بعد از اینکه بطن هم کاملا از خون پر شد، دوباره در شکلش منقبض میشه و دریچه بین شریان ریوی و شریان ابهر به نام دریچه های ابهر و شریان ریوی ما یاد کرده بودیم، اینا باز میشن. بعد از اینکه اینا باز شدن، بازم خون از اینجا تخلیه میشه و دوباره به شدت بسته میشن که تکان دوم قلب است. در تفاوت بین دوران خونی که صورت میگیره، قلب در حدود کمتر از یک ثانیه یک استراحت میکنه و دوباره پس با دوران ادامه میده. در این میان وقتی که ما میگیم که خونی که به دهلیز چپ قلب میرسه، خونی است که از تمام اعضای بدن جمع شده، دوباره خون ناپاک به دوران خون عین اول اگه تقسیم بندی کنیم به دو بخش تقسیم میکنیم. یکی میگیم دوران کوچک، یکی میگیم دوران بزرگ. در دوران کوچک بین دهلیز راست و شش صورت میگیره که شریان ریوی خون ناپاک از قلب میگیره، انتقال میده به شش، دوباره از شش توسط ورید ریوی میاد به دهلیز چپ میرسه. از دهلیز چپ خون پاک دوباره میره به بطن چپ، از بطن چپ به تمام اعضای بدن و دوباره به می ترتیب جمع میشن میانده دهلیز راست که به نام دوران بزرگ یاد میشه. یعنی دورانی که بین قلب و شش صورت میگیره دوران کوچک خون، و دورانی که بین قلب و تمام اعضای بدن صورت میگیره به نام دوران بزرگ خون یاد میشه. خب اینا خیلی بیاین با انواع از امراض قلبی آشنا شیم که چی سببشان میشن. امراض قلبی به سبب چی اول به وجود میاد؟ علت شما باید بفهمید. اولین علت سیگرت کشیدن. اشخاص که سیگرت میکشن معمولا اینا خیلی زودتر با امراض قلبی دچار میشن تا اشخاصی که سیگرت نمیکشن. این از اسرار سیگرت است. ما باید از سیگرت کشیدن جدا پرهیز کنیم. در جایی که دودش باشه اونجا ما نباشیم. دیگه عبارت از چربی در خون است یا کلسترول که میگیم. وقتی غذای چرب بیش از حد ما شما مصرف میکنیم، اینا در رگ‌ها اینا سبب بندش جریان خون میشن. در اونجا چربی تجمع میکنه. دیگه ورزش نکردن یکی از سبب هایی که اکثریت مریضی ها به وجود میاد عدم ورزش کردن است. اگر شخص به صورت متداوم ورزش کنه، هیچ وقت به هیچ نوع مرض چی از سیستم دوران خون باشه که مورد وابسته به قلب باشه دیگه اعضای بدن دچار نمیشه. و همچنان از اثر فشارهای روحی و روانی سبب چی میشه؟ سبب به وجود آمدن امراض قلبی. از جمله از اینا ما با دو دانش میخوایم آشنا شیم. یکی حمله قلبی که میگه، مثلا میگیم سر کاکای احمد حمله قلبی اومد وفات کرد. چی است حمله قلبی؟ گفتیم که قلبم ضرورت داره که مواد غذایی خود به دست بیاره، ولی وقتی که انسان بیش از حد چربی استفاده میکنه، سبب از این میشه که رگ‌هاش بینش چربی تجمع کنه و جریان خون مانع رسیدنش میشه. وقتی که خون نرسه، اکسیژن به حجرات قلب انتقال دادن نتونه، به مرور زمان حجرات قلب چی میشن؟ از بین رفته میرن، میمیرن. و وقتی که تعداد خیلی زیاد از حجرات قلب از بین میره، دفعتاً قلب چی میشه؟ استاد میشه. این ما به نام حمله قلبی یاد میکنیم. دیگه به نام فشار خون بلند یا فشار بلند خون ما و شما یک مریضی داریم. اینی بس چی سبب وجود میاد؟ ما گفتیم که خون قلب وقتی که منقبض میشه خیلی به شدت پمپ میکنه. در حجرات ما در قسمت هایی که حجرات مویدک هاست خیلی کوچک شده، در اونجا به یک فشار بسیار بلند خون پمپ میشه. که این فشار ما با نام فشار خون یاد میکنیم. توسط مانومتر میتونیم اندازه‌گیریش کنیم از رگ بازو. ما کل بلد هستیم چی رقم اندازه‌گیری میشه. ولی وقتی که فشار بیش از حد شود به شدت شود، سبب میشه که سبب از بین رفتن مویدک ها، که مویدک ها اگر در مغز باشه سبب سکته مغزی، اگر در قلب باشه سبب سکته قلبی، به می ترتیب خیلی از اعضای بدن ما و شما را آسیب زده میتونه. خوش شاگردان عزیز، موضوعاتی که ما در این درس خواندیم، سیستم هاضمه، سیستم تنفسی، سیستم دوران خون، چگونگی عمل کرد آنها و امراض آنها، تمام اینا را در خانه یک بار تکرار کنین و با دوستای دیگه تان انتقال بدین. تا درس‌های بعدی شما را به خداوند یک تا میسپارم.